رسول مقبول صلوات الله علیه فرمودن سید الایام، سردار و سرور و بزرگ روزهای هفته روز جمعه. حضرت رسول مقبول صلوات الله علیه فرمودن و هو اعظم عند الله من یوم الاضحى و یوم الفطر. از عید سعید قربان و از عید سعید رمضان هم کرده این روز جمعه رتبهش بالاست. رسول صلوات الله علیه فرمودن جمعه 5 ویژگی و امتیاز داره. یک، خلق الله فیه آدم، در همین روز حضرت آدم نبی گلش جمع شد و ساخته شد. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. عشق و روح انسانی و آدمی در آدم دمیده شد در روز جمعه مبارکه. دو، و اهبط الله فیه آدم الى الارض. رسول صلوات الله علیه فرمودند در همین روز جمعه خداوند حضرت آدم را از بهشت به زمین فرود آورد. پروردگار عالم به حضرت آدم نبی 2 بار گفت اهبطو، پایین شو، برای از بهشت. حضرت پروردگار عالم به حضرت آدم 2 مرتبه گفت از بهشت برای. یک مرتبه برای یعنی برآمدن تهدید، سرزنش، که تو لغزید، پایت لغزید، خطا کردی، لذا برای از بهشت. این قبل از توبه و قبل از گریه و قبل از ربنا ظلمنا گفتن آدم علی نبینا علیه السلام بود. بعد که حضرت آدم توبه کرد و ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا را خواند، باز الله گفت این حال بازم برای. چطور برای؟ این دفعه به مهمانی بیا. این کارت دعوت و فراخوانی است. او امر تهدیدی بود، توبیخ و سرزنش میکرد که برای. در بار دوم گفت نه، به خوبی برای، بیا که مهمان خانه تو زمین باشه و اینجا پذیرایی میشی. 3 فرمودن و فیه توفی الله آدم. در همین روز جمعه خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم را قبض روح کرد. وفات و فوت حضرت آدم هم در همین روز جمعه هست. 4مین امتیاز و ویژگی جمعه همیست که در روز جمعه 1 ساعتی است که هر بنده‌ای که دعا بکند دعاش قبول میشه. 5 و فیه تقوم الساعه. 5 در روز جمعه قیامت قائم میشه، رستاخیز برپا میشه در روز جمعه. هر وقت که قیامت میشه در روز جمعه میشه. رسول صلوات الله علیه فرمودن این 5 خصوصیت را روز جمعه داره. در میان 360 روز هیچ روزی این 5 خصوصیت و ویژگی را نداره. آسمان، زمین، ملائک، باد، کوه، دریا، همه رسول صلوات الله علیه فرمودن یشفقن من یوم الجمعه. روز جمعه که میشه اینا ترسان و هراسان میشن، نگران میشن، اینا بر خود میلرزن، میترسن. در روز جمعه زمین و آسمان و دریا و فرشتگان و جبرائیل و اسرائیل و اسرافیل خود جمع میکنه. یشفقن، الله اکبر، یشفقن، میترسن، هراسانن. رسول صلوات الله علیه میفرمایند الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینهن. نماز بامداد را که خواندیم رسول الله فرمودند تا نماز چاشت که بعد نماز جمعه را حالا با جماعت ادا میکنی، در این وسط هرچه گناهی که از انسان سر میزنه الله سرش خط چلی پا میزنه، نابود میکنه، گناه محو میشه. در میان بامداد و نماز ظهر گناه آمرزیده میشه.
در میان نماز ظهر و نماز عصر گناه ها یک دفعه پاک میشه، دلت میشه. در میان عصر و مغرب و شام گناه ها دلت میشه، پاک میشه، حذف میشه. در میان شام و خفتن گناه ها حذف میشه. نماز خفتن که به جماعت خوانده میشه تا بامداد گناه ها حذف میشه. رسول صلوات الله علیه فرمودند که وقت کسی که نماز خفتن به جماعت میخوانه و بامداد هم به جماعت میخوانه، وسطش را خدا تهجد حساب میکنه. کل شب زنده بیدار کردی.